سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به قسمت اول بازسازی این زیبای خفته. دیگه توی دنیای واقعی گفتم قراره رو ماشین بازسازی کنیم. اولین کاری که میخوایم بکنیم بچه امروز که داخلش رو با وضعیت مزخرف داشت باز بکنیم، کلا هر چی که داخل ماشین رو بریزیم بیرون، ببینیم کجاهای زنگ زده، کجاهاش مثلا مشکل داره، عوض بکنیم، صندلیاشو تمیز بکنیم و جایی که بخوایم جوشکاری کنیم و ببریم و از اینجور داستانا رو با چشم بتونیم ببینیم و اگه جایی هم از این رومش میخوایم جوشکاری بکنیم که به قطعات داخلش آسیب نرسونه بدون هیچ معطلی. این ویدیوهای گیم پلی ولی تو دنیای واقعی. برو بریم واسه بازسازی این زیبای خفته. خب بچه‌ها، داخل ویدیو قبلی که دیدین حالا یه خورده دیگه نشونتون بدم. ببینین برای اول باید صندلی‌ها رو باز بکنیم. فکر کنم هر کدومشون 4 تا پیچ داره. باید اینا رو باز بکنیم. این نمیدونم پادریه چه زهرمارستان خودش هم که عالی نیست که نیاز نیست بازش کنیم، یه دونه پیچ داره اینجا. اینو باید باز کنیم. صندلی‌ها رو باز کنیم. صندلی عقب هم که خودش نصف نیمه بازه. کلا اینا رو که در آوردیم اتاق ماشین خالی میشه دیگه، لخت میشه، میتونیم کارمون رو راحت انجام بدیم. برو بریم داخل کارش. بذار ببینیم این خب عجیبه که این ور داره ولی خب چیزش در اومده کفی زیر ماشین کامل در اومده. برو بریم تو کارش. بذاری از عقب که بکنیم بچه یری در ریج ماشین داره رو بذاریم اینجا. صندلی زیبای پراید، زیبا و جادار و مطمئن. فکر میکنم آره قومش سالم میشه ریخ نشست. بعدن یه روکش خوشگل هم براش میگیریم میندازیم بیش دیگه. نمیدونم این واسه بعدنه، فعلا به صندلی نیازی هم. این عالی شد به همین راحت. سلام، با همین راحتی داخل پراید خارج شد. یه سری وسیله ها یکی از دوستان بهم داده بود، بند وسطای کولره. اینا هم واسه بعدن بچه‌ها کولر و ایناش هم باید درست بکنیم. توی صندوق هم البته ندیدیم، کلی وسیله هم توی صندوقه، چرت و پرتای کولر توی صندوقه. اینا رو نمیدونم چی، فکر کنم آچار چرخ و یه نزدیک. چی این آچار چرخه؟ بله من فکر کردم ماشین آچار چرخ نداره بچه ها، مثل که داره. بده بدودن هم که آشاش دارم جای سیگاری پراید. دیگه چی داریم این تو؟ خودکار برگه ای که مهم نیست ولی بخونم. برگه دادگستریه باید برام بخونم چی توشه. کلیدهای بالاور اون فکر کنم خراب شده، اینو عوض کردم. دسته شیر آب نمیدونم تو پراید چی کار بکنه و اینم مال باکسه همچنان خوبه، این به کارمون میاد. لامپ و بلدر و دریوری ها که اینا بی زیاد مهم نیست. بریم خالیش کنیم. این بچه ها با همین سادگی ما به کف ماشین میرسیم، به این قسمت خیلی پرقدرت پراید. این هر ماشین اینقدر قوی نیست. فکر کنم سیم ترمز دستی اینا ره، نمیدونم سیم چی نظرت. سیم ترمز دستیه؟ صندوق سیم صندوق. بریم صندلی ها رو باز. خب بچه ها جعبه ابزاری که داریم اینه. من فکر میکنم که بله 14 اومد توی دستمون، خیلی هم عالی. با 14 باید بازش بکنم. هیچ برعکسش هم میزدم کشت یه داخل مصاب انقدر زنگ زده. خوشحالم که هرزه بندش، امیدوارم که هرز نباشه در بیاد، ولی فکر میکنم هرزه بچه ها، فکر میکنم هرزه. بچه ها باید داره دوستو بندازم پشته، چیزا فشار بدم، حالا یه چیزی که احرام باشه احتمالا اونجوری باز بشه. حالا بریم تست کنیم ببینیم چی میشه.
خب بچه‌ها هر کاریش کردم اون باز نشد. کلا اینقدر زنگ زده جوش خورده اینجوری به هم دیگه، مجبورم سنگ بیارم ببرمش. فعلا اینا رو باز بکنیم تا بعد سنگ بیارم و اونو ببرم. بریم سراغ صندلی بعدی. عالی. یک دونه از این پیچا در اومد، یه دونهش به سختی در اومد. بریم اون وریارم باز کنیم. خب بچه اینم از پیچ دوم، اینم در اومد. حالا باید بریم چه عقب رو باز کنیم. بچه یه جایزه دیگه پیدا کردم. ماشین فیلتر هوای K&N اسپورت مید این US ایر داره. US های. اینم این یکیش که اصلا پیچ نداشت خودش. برم اونوریه رو باز کنم. خب بچه ببینین این کنسول این باید در بیاد چون پیچش اون بغله. فکر میکنم دو تا پیچ داشته باشه پشت کمربند. بوکس 16 آوردم که این بله پیچای زیبا. این فکر کنم مال صندلیه که بریده. اینا رو باید باز بکنیم که رادست داشته باشه بتونیم این کنسول رو باز بکنیم. نیست که لامصب که همه چی این ماشین زنگ زده بچه. گرمای خوزستان و شرجش این کارو میکنه. از توی این سوراخه میشه کف ماشین دید. عالی. اینا از این یکی پیش میگه الان باید در اومد با این سوکتش. حالا ببینم این آها یه دونه پیش این بغل دارم میبینم، یکی هم این بغل دارم میبینم. نمیدونم الان مشخصه تو ویدیو یا نه. ببینین یه دونه پیش این بغل داره اینجا، حالا تاریک یکم، یکی هم همون شکلی این برش داره. خب بریم اینا رو هم باز بکنیم. این پیسش بچه من همینجوری دارم عرق میریزم، واقعا گرمه. باز مردم گرمه. حالا این پیچای صندلی اینجاست، یعنی یه دونه آخر این بره. این هم که باز بکنیم این صندلی در میاد. نیست که زنگ نزده و راحت در. مدل ماشین بچه 84 فکر کنم نگفته بودم داخل ویدیو قبلی. 84 و انجکتوریه، یعنی کاربرات نیست. یه مزیت این ماشین اینه که ماشین انجکتوری کاربرات نیست. خیلی کارهای باحالی میشه بعداً روش انجام داد به واسطه یه همین انجکتوری بودنش. اینم از این یه دونه پیچ و این یه دونه صندلی الان باید. بله بریم صندلی رو در بیاریم. این هم از این صندلی کمربند توش گیر کرده. بچه ببینید این پشتی عقبش دو تا پیچ داره. طبق معمول این زنگ زده اصلا این وله که اصلا هیچی نداره. این از این ور در اومد. بریم اون ور. این پیچه هست که اینم دورش خدا رو شکر زنگ زده باید بازش کنیم. این هم بچه آچال این بوکس 13 میخوره. ببینیم بچه ها کلن دورش زنگ زده. دارم باز میکنم صدای آهن داره میاد، صدای پوست. میخوای باز نکن. خب بچه یه دونه آچار دیگه بردیم که همون پشت اونو نگر داره. من از این ور باز بکنم. یه چه درش الان اوکیه؟ اینم از این کلن ماشین پکیده بچه. اینجا اتاق نگاه کنین جدا شده از هم دیگه، هیچی نداره. خب اینم از این صندلی که صندلی در اومد. زیبایی پراید ها. این کل پراید با همین بسته است. عالی. اینم صندلی زیبا. خب بچه بیاین حالا این زیر رو با هم دیگه کلا نگاه کنیم. خدا رو شکر این ورش سالمه. یعنی این زیر که واقعا به به سوراخ رو نگاه کنیم به نزدیک. این سوراخ واسه
یکی از آپشن‌های پراید همینجوری هم داره میکنه. اینا آپشنن، هر ماشینی نداره اینا رو. خب بعد تا من یه دونه سنگ بیارم، صندلی جلو رو هم باز کنم که کامل کف ماشین رو با هم ببینیم. One day later. چطوری ماچا؟ آقا رفتیم برای روز بعد، یعنی روز طول کشید. من یه لباس گرفتم، یه سری ابزار آوردم مثل دره. بعد صداش خطشه. اونو که گفتم بهتون صندلی رو باید ببریم، نمیشه همینجوری بازش کرد و پیچش رو ببریم. یه دونه دریل آوردم، سنگ فرز آوردم، یه مینی فرز و یه دونه بچه‌ها این قسمتش خیلی مهمه. دستگاه جوش برق آوردم. حالا شاید فکر کنین که مثلا این یکی از چالش‌های باحال دنیاست. با جوش برق ورق ماشین رو نمیشه جوش داد و منم تا الان انجام ندادم. یکی از کارهای خیلی سخته چون امکان داره بدنه ماشین ذوب بشه. ولی یهو با این کار هم تست میکنه. پس منتظر ویدیوی جوش ماشین با این هم باشید. برو بریم. بچه‌ها اولش میخوام همین جوری تستی اینجا رو زدم. حالا برای شما هم تیکه میزنم ببینیم. مثلا این زنگا رو البته باید با بروسیمی بگیرم بزنم روی دریل. ولی خب همینجوری الان میزنم یه تیکه رو واسه پاک کردن زنگ. شما هم ببینید. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. یکم کار سختیه با این چون محافظم نداره، ولی خب در اصل باید با بروسیمی این زنگا رو برد. هنوز بروسیمی نگرفتم ولی خب زدم که ببینین چه شکلی میشه، چون قرار صافکاری و نقاشی ماشین هم کامل خودمون انجام بدیم. همه کارهای ماشین رو قرار خودم انجام بدم. بوس بهتون. این زنگام که میبینیم که کلا پسنیده است ماشین. بریم اون پیچه رو ببریم که صندلی رو در بیاریم، کلا ماشین رو لختش کنیم. برو بریم. There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. خب بچه وسطای کار این هم تیز کردی. Different vermin, we all have different burdens that all seem to cause disturbance. خب بچه ببینین الان اینجاش کامل دارم معلوم باشه تو ویدیو رفته. ببینین اینجا رو، این داخلو الان میچرخونمش اون ورشو بزنم که دیگه کلا این در بیاد. چه پیچ بدقلق و بدجایی هم هست، دهنمونو سرویس کرد. بالاخره چند بچه صدا جلز ولزش میاد، نمیدونم میشنوید یا نه. هرچی بود دیگه اوکی شد. خب این از این بالاخره آزاد شد بعد از کلی دهن سرویسگی. حالا باید بریم اون یکی پیچشو باز کنیم دیگه. امیدوارم اون جام نباشه. خب بچه‌ها دیگه بقیه‌اش که با 4 بوکس اینا بسش میکنم، فقط ببینیم دیگه چجوری صندلی باز شد. البته که امیدوارم که این یکی دیگه جام نباشه. Brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. خوب بازم بریم صندلی رو. ای بابا یه دونه دیگه داره. جایزه برامون گذاشته. چی کار میکردن؟ بچه بعضی ها واقعا چرا با ماشین این کار میکنن؟ این ماشین لامصب انگار تو جنگ هم بود اینجوری نمیشد. داشتم فکر میکردم که پیچ داره ولی مثل که نداره. این از این ورش الان دیگه بله کامل در میاد. فقط میمونه این کنسولو بچه. این کنسولو که اینم که در آوردیم، فقط اینو باید باز بکنم. به یه دونه پیچ هست داره. این ورش که بله یه پیچ بالا داره یه پیچ پایین. اینم باز کنم در برم که موکتو در بیاریم بچه. اینجای ماشین رو نگاه کنید چقدر بالاست. میکنم یه ضربه از زیر خورده اصلا ماشین کلا این پیکش اومده بالا سمت راننده. این لیسته ها رو باز بکنیم که ماشین خیلی قدرتمنده بچه. اینجا رو بگیر بچه ها ببینم لذت ببرن. سردنده پراید هم که همینجوری به چرخونی در. حالا این نمیدونم سردندش هم زنگ زده یا نه. خب ماست که داره در از این پیچ هم
خیلی اینم از کنسول فراید بچه. کنسولی که هر ماشینی نداره، تسلا همچین کنسولی نداره ولی پراید داره. عالی عالی. خب بچه‌ها یه خورده من اینجا رو تر تمیز بکنم و دیگه موکتو با هم درش بیاریم. یه تمیز ریز من بکنم و برگردم. حتی جنس این کفی‌ها انقدر خوبه. بیا اینجا ببین. ببین چقدر خوبه اینا. هر کفی اینجوری نیست، میگم مثلا پراید خیلی خاصه. هیچ عالی. بگم Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. وضعیت زیر ماشین خیلی افتضاحه. مثلا ببینید اینا سیمای پمپ بنزینه که اینجوری بله. این نمیدونم رشته مثبت منفی چی اینجوری بله. این هم که وضعیت پمپ بنزینه، سیما زیرشه، بهش فشار بیاد بزنه اتصال دادن منفجرمون کنه. نمیدونم چرا با ماشین اینجوری تا میکنه. به آشغال دوری از اینجا تمیزه. Moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized. And we ain't got nothing to hide. یه جا دیگه رو باز میکنیم، یه جا دیگه خودش همینجوری باز میشه. عالی. Hey up, don't make love to the game, bruh. Fuck the game up, change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. اصلا لذت میبرین از این وضعیت نه؟ فوق‌العاده است. این پوسیدگی ها رو بگیر. اینجا زیر پای راننده است یعنی. بعد کند. عالی. با یه مشت میکنه. پراید همینا ببینین چقدر قدرتمنده. هر ماشین اینجوری نیست میگم. بارها من قراره اینو تکرار کنم حالا دیدید. این از این بچه‌ها. کلا این تیکه عقب ماشین هم سوراخه. اینجا رو ببینین بچه‌ها. نگاه کنین اینا یعنی نمیدونم گیر بوده چه زهرماری بوده، صداگیر ماشین بوده. بعد اینجا رو میبینین اون دیگه یه جورایی شاسی نیست ولی اتاق ماشینه که این شکلی شده، همش بازه به بیرون راه داره. همه اینا رو باید بگیریم، همش باید جوشکاری بشه، اینا باید تعمیر بشه. اینا در نمیاد. عالی. اینا همش باید تعمیر بشه. حالا بیا این بر این مرواز یک مقداری وضعیت عقبش بهتره، یعنی عقبش رو مثل که نریدن توش خدا رو شکر، ولی باز اینجا سوراخه، اینجا سوراخ داره باید گرفته شه همش. این پای ترمز هستیه ببینید بچه ها، اینجا هم سوراخه، اینا هم باید کامل. به صبر کنم اینم در بیارم. ببینید بچه ها اینجا هم کامل سوراخه. خب بریم یه شستشو بدیم کف ماشین رو ببینیم دنیا دست کیه دیگه. برو بریم بچه. اینجا رو در آوردم نگاه کنیم چه وضعیه، کلا خاکه همش. بعد از اینجا هم حتی بیرون معلومه کلا این ماشین نگاه رفت تو، کلا همه جاش زغال شده این ماشین. دهنم قراره پاره بشه. من میخوام اینو درست کنم. اینا از داخل ماشین یه سورپرایز دیگه توی صندوق میخوام بهشون بدم. واقعا نمیدونم من چرا این ماشین خریدم. بیا تو صندوق نگاه کن. کولرش که تو صندوقه، این جزو آپشن‌های پرایده. کولر و بند و بساط کولر کامل تو صندوقه. اینجا رو نگاه کن. سوراخ‌های جدید، کلاً حلب، کلاً زهرمار، اونورم کامل سوراخ. کلاً سوراخ خریدم، یه پراید بهش وصله. عالی. برم آب بگیرم توش ببینم چی میشه. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. بچه این مشکلی که بهش برخوردیم، این قسمت ماشین ضربه نخورده، بودیش آب ازش میره بیرون اوکیه، ولی اون قسمت اومده کفش بالا و آب اینجا میمونه. البته که از اینجا داره یه مقداری میره، حالا نمیدونم سرباتری هم یادم رفت در. اگه پوکیدیم دیگه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره دیگه. اینا رو بعدن یکم سخته که بخوام خشکش کنم، ولی خب اشکال نداره دیگه، مجبوریم. اینو هر کاریش کردم با پا با زور میترسم اتاق بکنه نصف از وسط دیگه، زیاد بهش زور نیاوردم. بریم بقیه‌شو کف بزنیم بشون.
yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there, glad that you asked me. خب بچه‌ها شاید براتون سوال باشه این همه آب الان کجا میره؟ مثلا جایی که راه در آب نداره کجا میره؟ خدا رو شکر گرمای اهواز به کمکمون میاد اینجا میذاریمش تو آفتاب 2 دقیقه بعد خشک میشه. ولی الان میخوام با کف بشورمش. قسمت ساتیسفاینگ داستان اینجاست. الان برو بریم تو کارش شستنش. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want. بچه‌ها واقعا سخته، دارم جر میخورم، واقعا سخته. ولی خب یه قسمت ساتیسفاینگ دیگه. حالا بریم چیز کنیم، بریم بشینیم. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. خب بچه‌ها این از داخل الان براتون میذاره این بغل. داخل رو توی کلا شستیم. چرا شستیم؟ چون وقتی بخوای جوش کاری بکنی بهتره که اینقدر گلولای و خاک و پول داخلش نباشه. ولی دوباره بعدا باید رو بشورمش دیگه. اونو ویدیو نمیگیرم، شما دیدین چه جوری میشورمش. این هم شد از وضعیت الان ماشین و دیگه همه چی شد عالی عالی. و اینکه اوکی دیگه، بوس سبز قرمز آبی بنفش به رنگ سبزیلا بهتون. و اینکه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. حمایت خیلی نیاز دارم، دیدین این کار خیلی زحمت داره بچه‌ها. حمایت کنین که قشنگ یه چیز خیلی توپ و خفن است این ماشین در بریم. دوستتون دارم. سابیده ولی